حاصلناکی زراعت‌های اساسی کشاورزی در ولایت تمایلی پست روی پیدا نموده است. سال 2019 نسبت به سال 2018 حاصلناکی غله‌دانگی ها 3.5 سنتر، کارتوشکا 1.6 سنتر و سبزیجات 14.5 سنتر کم گردیده. نسبت به سال 2015 حاصلناکی غله‌دانگی ها 9.2 سنتر و میوه 2.7 سنتر کاهش یافته است. سال 2019 سرشمار چاروا از روی نمودهای علایده آن نسبت به سال 2015 از 12 تا 31% و استحصال بعضی نمودهای محصولات چارواداری از 7 تا 56% کم شده است. جهت عملی سازی برنامه رشد ساحه باغ تاکپروری در 5 سال اخیر باید در میدان 325 گکتار باغ از جمله 11 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد و میدان 550 گکتار باغ‌های کهنه از نو برقرار کرده شود. موافق معلومات آماری در 4 سال و 5 ماه جاری در ولایت میدان 199 گکتار باغ بنیاد کرده شده است که 61.3% اجرای برنامه را تشکیل می‌دهد. از میدان عمومی باغ‌های بنیاد گردیده در ناحیه ونج 1.9 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد شده است و خلاص. باید در 5 سال در ناحیه درواز 2.8 گکتار، ونج 5.5 گکتار و در ناحیه روشان 2.7 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کرده می‌شدند ولی این کار اجرا نشده است. همچنین در داوم 5 سال میدان 79 گکتار باغ‌های کهنه از نو برقرار کرده شدند که همگی 14% برنامه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ما با در نظر داشت تغییریابی و گرمشوی اقلیم، خشکسالی‌های شدید، زیادشوی اهالی سیاره، وضع بازارهای جهانی، سالهای آخر توجه رهبران و متخصصان تمام ساختار و مقامات را به مسئله زیاد کردن میدان کشت، بنیاد باغ‌ها، نگاه داشتن سرشمار چاروا و افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی یعنی سفربر نمودن تمامی ذخیره و امکانیت‌ها برای حفظ امنیت غذاخوری کشور جلب کرده ایستاده‌ایم. وزارت کشاورزی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های آن وظیفه‌دار کرده می‌شوند که استفاده ثمرناک زمین‌های کارم، قطعه‌های زمینی نزد یاولیگی و اجرای دورنامه‌های تصدیق شده کشتی زراعت‌های کشاورزی، همچنین پرورش تخمی اعلی صفت کارتوشکای سبزیجات و دیگر نمود زراعت‌های کشاورزی به منطقه موافق را تامین نماید. در این راستا اکادمی علم‌های کشاورزی را ضرور است که به فعالیت فیلیال خود در ولایت از جمله دایر به کارهای سلکسیونی و به اقلیم منطقه مطابق گردانیدن غله‌دانگی‌ها و کارتوشکا، بلندبرداشتن حاصلناکی زمین‌ها و حفظ ذخیره‌های ژنتیکی به طور جدی تقویت بخشد. به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش داده می‌شود که یک جا با اکادمی علم‌های کشاورزی فعالیت فیلیال ذکر شده را در زمان استقلال همه جانبه و واقع بینانه موردی بررسی قرار داده از نتیجهش برابر دولت گزارش پیشنهاد نموده. وضع امروزه جهان و پنجشوی بیماری سرایت کووید 19 که در برابر دیگر عامل‌های منفی به امنیت غذاخوری اهل بشر تهدید کرده ایستاده است، کشاورزان مملکت از جمله ولایت را وادار می‌سازد که از هر یک پارچه زمین عاقلانه استفاده برند. داعی به این مسئله در مجلس غیر نوبتی حکومت کشور ماه اپریل سال جاری و در مشورت کاری با رهبران و فعالان ولایت ختلان ماه می در ناحیه دنگره به مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داده بودند. بار دیگر ما باید سهل نشماریم، با مسئولیت بلند مناسبت کنیم. وضعیت باز مرکب می شود در فصل تیر ماه و زمستان. رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر ناحیه آن وظیفه دارند که دایر به اجرای نقشه‌های تصدیق شده و دستور و سپارش‌های رهبر دولت
در سمت زیاد نمودن میدان کشت زراعت آبیاری زمین‌های نو ثمرناک استفاده بردن هر یک وجب زمین بنیاد باغ‌های نو و ذخیره نمودن مواد غذایی تدبیرهای ضروری اندیشیده آید به اجرای آنها تا آخر سال 2020 به دستگاه اجرایی پرزیدنت گزارش مفصل پیشنهاد نمود. اما کارتوشکا میوه‌ای که است پیش از همه تامین کنین خودی مردم ولایت را در تمام شهر نویا بازارها میگن که فروش محصولات سایر کشاورزی یارمارکای آنها را تشکیل کنین که مردم خریده ذخیره کنند. هر یک عائله این آنها که از بیرون کشیده آوردن چند مراتب ارزانتر میشه و مخصوصا استفاده بری زمین‌های نزد اولگی زمین‌های پرزیدنتی شما از سفرهای من برخوردار هستید در ناحیه باختر در شهر باختر به یک خواجگی دهقانی در عائله وارد شدم 16 ساتیق زمین دارد از 16 ساتیق در یک سال 35 تن سبزوات جمع آوری میکنه 35 تن دو سامانه حساب کنید چند میشه از در خانه من پرسان شدم چند گو جناب یاری ماه دکبر ینور فیورال مارت تا 17-18 سامانی 1 کیلوگرم های حاضر گفت که زیادتر تمامی جمهوری وای شده است حاضر 4-5 سامانی از در خانه میگیرن خانه و در وای ماشین دارد فرزنده خانده سالات علی عائله خودشان یک جای کار وای میکنن یا که در ناحیه جبار رسولوف من یک عائله دا وارد شدم زمین های خورد از وای کردن کنه نشان که جناب بیالی من همین زمین هر سال تا 2,500 کوتی بانکا با کنسرو و هر گونه سلطات تیار میکنم از همین 1000 تاشم میفروشم از در خانم آمده خریده پولی نسختی میرن 1000 تا 1,500 برای عائلمون بسنده است در ناحیه روشان دیدن خودش آموزگار پدرش دهقان 10 تانه علاقه میوه و سبزواتشان فروختن حالی در باب پخته رسیده است در نزد حولگی همه چی برای زندگی از نزد حولگی این 3 سال شده است 10 تانه دیگر میتواند بازار شهری خاروق تامین کنند دیگر شهر ناحیه ولایت بار دیگر تاکید می‌نمایم که یکی از راه‌های اساسی پیشرفت ساحه کشاورزی بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌ها تشکیل استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین‌های موجوده و از خود کردن زمین‌های نو میباشد در 7 سال آخر در ولایت 386 هکتار زمین با گردش کشاورزی برگردانیده شده کارها برای آبیاری نمودن 500 هکتار زمین نو از حساب زمین‌های چراگاه در ناحیه روشان ادامه دارد در این دوره حالت ملیتی همگی 21 هکتار زمین‌های کشاورزی ولایت بهتر گردانیده شده است که این با طلبات جوابگو است وابسته به این به وزارت کشاورزی کمیته دولتی اداره زمین و گردشی اکادمی علم‌های کشاورزی آژانس بهداشت زمین و آبیاری سپارش داده می شود که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر ناحیه‌ها جهت بهتر نمودن حالت ملیتی زمین‌ها استفاده ثمرناک آب و زمین و هر سال از خود کردن زمین‌های نو منتظم چاره‌جویی نماید اینچنین دایر به از خود کنی زمین‌های نو و تامین کردن رشد میوه ساحه کشاورزی ولایت برنامه نو تهیه و پیشنهاد شدند یعنی هم از خود کردن زمین‌ها هم ثمرناک استفاده بردن زمین‌های کارمی حدود ولایت حالا در ولایت 45 گرخانه موجود بوده از طرف کشاورزان ناحیه روشان علاقه حاصل سبزوات و بازار داخلی برآورده شده است که این تجربه اولین در ولایت میباشد رهبران متخصصان ولایت و شهر و ناحیه آن وظیفه دارند که همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در سمت تشکیل گرخانه‌ها تقویت باشد همچنین ضرور است که با جلب صاحبکاران وطنی و خارجی جهت رشد چاره‌داری از جمله قطاس پروری پرنده پروری و ماهی پروری و به این وسیله بهتر نمودن بازار استعمالی چاره‌جویی کرده شود در ولایت همگی در ناحیه مرغاب 16-17 هزار سر قطاس مانده بود وقتی من قرار قبول کردم که در شهر و ناحیه‌های ولایت این انکشاف دادن نادرکار بسیارا مانعی ایجاد کردند حتی در دیگر شهر و ناحیه‌های کوهی جمهوری لیکن همین کار ما رفتیم
مبلغ هم جدا کردیم. امروز در نوع مچای کوهی، در نوع آینی خب هزارها شده ای سال است. خودی در حدود ولایت در نوع روشخاله دیگر نوعیاده. حالی سرشمار قطعاست در مقیاس جمهوری قریب 30,000 سال در است. لیکن این حالی هم کم است. هموطنان عزیز، حکومت مملکت در سمت آبادانی ولایت و بنیاد انشاءات اجتماعی و اقتصادی منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. امروزها برای استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر نایای ولایت کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. طبق نقشه چهاربینی‌های تصدیق شده در حدود ولایت ساختمان 613 انشاءات جشنی پیش بینی گردیده تا امروز 38% آن پررا اجرا و 145 میلیون سامانی مبلغ اسود کرده شده است. تاکید می‌سازم که سرعت اجرای کارها تا هنوز قانع کننده نیست و از رهبران و متصدیان تقاضا می‌گردد که کار را در این سمت جانان نمایند. در این سمت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر نایای آن و وزارت اداره داخلدار وظیفه‌دار کرده می‌شوند که در همکاری با صاحبکاران وطنی و شخصان سخاوت پیشه جهتی در مهلت‌های مقرر شده با صفت بلند و با رعایت سنت بلند معماری بنیاد نمودن انشاءات به نقشه گرفته شده چاره‌های ضروری اندیش. علاوه به کارهای ذکر شده تا امروز در حدود ولایت از حساب بودجه دولت به مبلغ عمومی 10 میلیون سامانی کارهای ساحل مستحکم کنی با آب تامین کردن اهالی شهر خورو، تعبیر و تجدید راه‌ها و چراغان کنی کوچه‌های شهر، آبادانی دیگر ناحیه‌های ولایت و بنیاد چندین ورزشگاه‌های مجهز زمانوی برای عمومی گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم انجام داده شدند. تنها در شهر خارق جهتی بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌های کمونالی و بهداشتی حالت سانیتری آب تامین کنی اهالی توسط برقرار سازی شبکه‌های موجوده در دایره لایه‌های دولتی سرمایه‌گذاری 83 میلیون سامانی جدا گردیده تا امروز کارها با مبلغ بیش از 15 میلیون سامانی اجرا شد. از جانب حکومت مملکت با مقصد فراهمسازی شرایط مساعد برای رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، واردات تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر و تشکیل جایهای نوی کاری در ناحیه اشکاشیم منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده شد. برای بنیاد اینفراستراکچور اولین درجه منطقه مذکور از حساب بودجه دولت تا امروز زیاده از 10 میلیون سامانی مبلغ جدا گردیده است. وزارت رشد اقتصاد و سودا وظیفه دارد است که یکجا با رهبران ولایت و ناحیه اشکاشین همچنین دیگر ساختار و مقامات داخلدار ولایت جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی و هرچه زودتر با فعالیت استحصالی آغاز کردن منطقه آزاد اقتصادی چاره‌جویی نمایند. ما مقصد داریم که من بعد نیز کارهای ساختمان و تعمیر و از نوسازی را در دایره برنامه و لایحه‌های دولتی در تمام شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه بخشد. حکومت کشور جهت عملی گرداندن این هدف هزارها کیلومتر راه‌های ماشینگر را مطابق با معیارهای بین‌المللی بنیاد و از نوسازی کرده ایستادند که قسم زیادی آنها از حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گذرند. دایر به کارهای آبادانی و رشد و ترقیات ولایت من را گفتنی هستم و اقرار شدن در کار که توجه حکومت جمهوری به ناحیه راشخاله، به ناحیه اشکاشیم، به ناحیه ونج کم اهمیت داده شد. با حکومت جمهوری دستگاه اجرایی پرزیدنت رهبریت مقامات اجرایی ولایت سپارش داده می شود برنامه علاوه هر یک ناحیه نامبر کرده شده تهیه کرده با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمایند. عموما باید گفت که برای اجرای این نقشه ها در دوران استقلال در ولایت 11 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 2.1 میلیارد سامانی عملی گردیده
در دایره آنها بیش از 373 کیلومتر راهها و 40 پل بنیاد شده است. حالا در ساحه راهسازی برای ولایت تطبیق باز 4 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 3.2 میلیارد سومانی ادامه دارد و لایحه تجدید و از نوسازی شهرهای قلعه خم ونج که از جمله آنها می باشد وقتهای نزدیک آغاز کرده می شود. بنیاد راهها امکانیت داد که در این ولایت حجم بارکشانی از 195,000 تانه و حجم مسافرکشانی از 1.2 میلیون نفر مسافر در سال 1992 به 236,000 تانه بار و 7.2 میلیون نفر مسافر در سال 2019 رسانیده شود. ضمناً در قلمرو ولایت تطبیق لایحه ساختمانی راه ماشینگرد کلاب قلعه خم، قطعه کلاب شمس‌الدین شاهین 32 کیلومتر و شکیف قلعه خم 26 کیلومتر با مبلغ عمومی قریب 1 میلیارد سومانی و لایحه مستحکم نمودن انفراستراکچور مهم جهت تامین استواری ضد خطرهای طبیعی که در دایره آن 17 پل بنیاد و برقرار کرده می شوند با ارزش 211 میلیون سومانی ادامه دارد. حکومت مملکت در دوام 3 سال بین بعد شهرهای قلعه خم ونج را با مسافه 93 کیلومتر و با مبلغ بیش از 2 میلیارد سومانی عملی می‌گرداند که در دایره آن همچنین ساختمان 15 پل و 2 نقب پیش بینی شده است. بعدی به استفاده دادن قطعه راه قلعه خم ونج حرکت منتظم واسطه‌های نقلات از جمله نقلات بارکش مسافه راه و حمل و نقل مال و محصولات نیاز مردم در این شهرهای مشکل گذر حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی آسان و کوتاه می‌گردد. در برابر تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری جدا کردن مبلغ‌های بودجتی برای تعمیر و نگهداری راه‌های ماشینگرد ولایت سال به سال زیاد شده در ظرف سال‌های 1993 2020 با این مقصد 194 میلیون سومانی روانه گردیده است. در این مدت شماره واسطه‌های تکنیکی نگهداری راه‌های ولایت با در نظر داشت 84 تکنیک و تجهیزات زمانوی از حساب لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری خریداری شده به 227 رسیده است. با وجود این در سمت تجدید راه‌های ولایت تا هنوز مشکل‌های زیاد باقی ماندند که باید هر چیز زودتر حل و فصل کرده شوند. مثلا حالا در شهر خارم نقلات مسافربر بارکش مستقیما توجه کوچه مرکزی حرکت کرده آرامی و گشت و گذار شهروندان را خللدار می سازد و همزمان با این به محیط زیست ضرر می رساند. با شرافت استقلال آزادی کشورمان و صلح و ثبات جامعه امروز در کوچه های شهر خارم برای حرکت واسطه نقلات مشکلات به وجود آمده است. من معلومات گرفتم که در زمان تا استقلال یعنی تا سال 1991 در ولایت همگی 1086 автомашини сабуррои шахсӣ дар маҷмӯъ 1610 та автомашина вуҷуд дорад. аз соли 1991 то имрӯз яъне дар 29 соли охир дар шаҳри нояб вилоят 4200 автомашинаи сабура вақъа гирифта шудааст ки зиёда аз 13600 автомашина ба сокинон вобастагӣ дорад. ҳоло дар вилоят зиёда аз 152000 муштарии алоқаи мобилӣ ва беш аз 67000 истифодабарандагони интернет ба қайд гирифта шуда маблағи фақат дар соли 2019 барои алоқаи мобилӣ сарфкардаи онҳо қариб 44 миллион сомонӣ, хароҷоти интернет 16 миллион, дар маҷмӯъ қариб 60 миллион сомониро ташкил медиҳад. худо давлататонро бо азиз зиёда кунад. ана барои ҳаминам шукронаи сулҳу суботи комил, шукронаи анами сарзамини аҷдодӣ, ҳамин давлату анами ватани аҷдодии худ кардан монда. мехоҳам хотир нишон намоям ки дар натиҷаи чунин таваҷҷӯҳи
خاصه حکومت مملکت بر رشد ساحه راه نقلات ولایت مختار کوهستان بدخشان در ظرف 20 سال اخیر ولایت از یک گوشه در بنبست کمونیکاسیونی قرار داشته به گذرگاه ترانزیتی بین المللی تبدیل یافته ایستاده است. با مقصد حل این مسئله دیروز ما سنگ اساس بنیاد پل ماشین‌گذار را از بالای دریای غوند گذاشتیم. حالا توسط گذرگاه‌های بین‌المللی قزل‌ارد کلمه و 6 پل از بالای دریای 5 سال 2019 و 6 ماه سال 2020 بیش از 170,000 تانه مال و محصولات واردات و 6,000 تانه صادرات شده است. عملی گردیدن این هدف استراتژیکی از جمله دستاوردهای بزرگی دوران صاحب استقلالی کشورمان می باشد. بر رشد اقتصادیات مملکت از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس هزارها جای کاری نو، رشد سیاحتی و خدمت رسانی و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی تکان جدی می باشد. حاضرین گرامی، در زمان صاحب استقلالی در شهر نایهای ولایت 180 بینای نوی مؤسسه‌های تعلیمی با زیاده از 25,000 جای نشست با مبلغ عمومی 302 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. خصوصا طی سالهای آخر در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت شرایط تعلیم و تربیت و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی ولایت خیلی مستحکم گردیده. مکتب‌های در خانه‌های شخصی و واگن‌ها فعالیت داشته و بیناهای نوی زمانوی کشانیده شده. تنها امسال برای ساحه معارف ولایت 112 میلیون سومانی پیش بینی گردیده. علاوه بر این در دایره ضلایای دولتی سرمایه‌گذاری در 5 انشاءات ساحه کارهای ساختمان و تعمیر و برقرارسازی به انجام رسیده. ساختمان 2 انشاءات دیگر ادامه دارد. از جمله در ناحیه ونج کارهای تعمیر و برقرارسازی مرکز تعلیمی کلان سالان، در ناحیه شغنان لیسه کسب‌های تکنیکی، ساختمان بینای ریاست معارف ولایت در شهر خارق و در ناحیه درواز ساختمان مؤسسه تعلیمی در دهه پتکن پره به انجام رسیده. ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 340 جای نشست در دهات صغیردشت ناحیه درواز و کودکستان در ناحیه ونج با مبلغ قریب 9 میلیون سومانی ادامه داشته. یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و شعبه معارف ناحیه روشن با مبلغ 24 میلیون سومانی در دایره سفر کاری ما به استفاده سپرده شد. در دایره سفر کاری ما در ناحیه درواز سنگ اساس مکتب پرزیدنتی را گذاشتیم. اینچنین در دایره لایحه رشد تحصیلات عالی با دانشگاه دولتی به نام مایانشاه نظرشاه و شهر خارق گرانت های خرد برای بلندبرداری سطح کسبیتی قوه کاری پیشنهاد گردیده. تشکیل کورس های اکادمی، تکمیل احساس آموزگاران، تعمیر آزمایشگاه، جهازانیدن با تجهیزات و تامین با مواد تعلیمی اجرا شده است. ما با مقصد تربیت استعدادهای جوان در شهر خارق مکتب پرزیدنتی برای کودکان با لیاقت در ناحیه روشن، مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان یتیم و بی‌پرستار و از عائله‌های کم‌بساط را تأسیس دادیم و در آنها بهترین شرایط تعلیم و تربیت را مهیا کردیم. ما دیروز باز در ناحیه روشن یک مکتب زمانوی خیلی با صفت بلند به استفاده دادیم. خیلی باز آموزگاران را من پرسیدم، آنهایی که 30 سال 40 سال کسب آموزگاری دارند بینیت خورسند، هم خواننده ها هم آموزگاران این کار را ادامه دادن نمانده کار رابر دیرکسی ساختمانی ما در ناحیه راشقله چونین مؤسسه تعلیمی زمانوی یک تن بنیاد نکردیم. برخشا گیرید، لایحه پیشنهاد کنید در مرکز ناحیه اون چیزی که باید باشد در ظرف 2-3 سال بنیاد کردن در کار در ناحیه اشکاشیم. حالا در حدود ولایت جهت رشد امکانیت‌های ذهنی کودکان 21 مؤسسه تا مکتبی و 146 مرکز انکشافی کودکان فعالیت دارد. از سال 2016
تا 20 یعنی در 5 سال آخر برای ختم کنندگان مکتب‌های ولایت قریب 800 کوته پرزیدنتی از جمله برای دکتران بیش از 400 جای در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جدا کرده شده است. همچنین برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سال 2017 12 جای، سال 2019 70 جای و سال 2020 123 جای علاوه جدا گردیده است. در زمان استقلال دولتی قریب 35,000 نفر و سال تحصیل 2019 2020 قریب 4,000 نفر جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را ختم کردند. حالا در این مؤسسه زیاده از 8,000 نفر فرزندان مردم ولایت تحصیل کرده ایستادند. مقایسه کنید زمان پیش و زمان استقلالیت. همچنین در مدت 29 سال قریب 4,000 نفر جوانان ولایت برای تحصیل به خارج کشور فرستاده شدند. بر زمین از سال 2015 تا سال 2020 905 نفر جوانان ولایت با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی خارج کشور برای تحصیل فرستاده شدند. برای خارج کشور داخل شدن در مقیاس شهر نواحی مملکت و ولایت‌های جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان جوانان در جای اول است. با مقصد عملی نمودن برنامه دولتی کامپیوتر کنونی مکتب‌های تحصیلات عمومی تا امروز مؤسسه‌های تعلیمی ولایت با 2377 کامپیوتر تامین کرده شدند که این رقم 184% اجرای برنامه را تشکیل میدهد. فقط آموزگار در کار و صفت تعلیم و تربیه را بلند برداشتن لازم است و خلاص. برای حفظ سلامتی ساکنان ولایت 347 مؤسسه تندرستی مجهز با تجهیزات ضروری فعالیت دارد. ولی تاکید می‌نمایم که در این مؤسسه نارسایی متقیسان تا هنوز به نظر می‌رسد. با مقصد حل این مسئله هر سال برای جوانان ولایت در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان کوته پرزیدنتی جدا می‌گردد و سال تحصیل 2019 2020 شماره آنها 185 نفر را تشکیل می‌دهد. لکه رهبریت ولایت شهر نویا شما علاقه داشته باشید با دانشجویانی که تحصیل کرده ایستادند، یعنی فرزندان خودتان شرایط مهیا کنید، هوسمند گردانید که آنها بعد خط حتما برگشته آمده در شهر نویای خود با مردم خدمت رسانند. در رابطه با این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نویای آن وظیفه دارند مسئله بجای کار حاضر شدن ختم کردگان مؤسسه‌های طبی را که طبق کوته پرزیدنتی و از حساب بودجه دولتی تحصیل می‌نمایند تحت نظارت قطعی قرار دهند. سال 2020 در ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد از نوسازی 8 مؤسسه طبی و بینای کالج طبی شهر خارود ادامه یافته در 7 ناحیه ولایت ساختمان مرکزهای سلامتی به نقشه گرفته شده است. با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر ناحیه‌های آن ضرور است که یکجا با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در برابر تعمیر و تجدید مؤسسه‌های طبی ولایت با مجهزگردانی و با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن آنها دقتی اولین درجه دهند. در دوام سال 2019 و سال جاری برای مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی ولایت 6 نقلات یاری تجلی با مبلغ بیش از 1.8 میلیون سومانی و 13 افغان‌های گوناگون تعیینات طبی با مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی خریداری و دسترس کرده شدند و چنین دستگیری از جانب حکومت مملکت منبع نیز ادامه داده می‌شود. جهت پیشگیری کردن پنه‌شوی بیماری سرطانی کووید 19 و تامین نمودن شرایط مساعد برای طبیبان مؤسسه‌های طبی ولایت علاوه‌اً با 120 نامگوی تجهیزات طبی، مواد و اشیاء محافظتی
безараргардонӣ ва озмоишгоҳӣ таъмин карда шуд. бо дар назардошти вазъи ҷорӣ ва пешгирӣ кардану саривақт табобат намудани чунин беморон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри ноҳияи он вазифа доранд ки тадбирҳои иловагӣ андешанд. яке аз масъалаҳои ташвишовар дар вилоят зиёдшавии шахсони гирифтори бемории вируси норасоии масмумияти одам нисбат ба дигар вилоятҳо ва шаҳри ноҳияҳо мебошад. бо мақсади пешгирӣ кардани паҳншавии ин беморӣ ва нигоҳубини табобати беморон дар вилоят як маркази вилоятӣ, як маркази шаҳрӣ ва 7 маркази ноҳиявӣ фаъолият менамояд. аз соли 1991 то ин ҷониб дар кишвар 12666 нафар сироятёфтагони вируси норасоии масмумияти одам ба қайд гирифта шуданд ки аз онҳо 705 нафарашон аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошанд. шумораи фавтидагон дар вилоят аз шумораи умумии сироятёфтагон 44,5%, яъне ёки 314 нафар аз ҳамин касалӣ фавтиданд, ки нисбат ба дигар вилоятҳо Хатлон 27,2 ва Суғ 29% зиёд мебошад. дар 6 моҳи аввали соли 2020 дар кишвар 680 ҳолати нави сироятёбӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта шуда, аз онҳо 21 ҳолат ба шаҳри ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рост меояд. ҳоло аз 9211 нафар беморони дар қайди ҳаёт буда 391 нафар аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон буда, шумораи зиёди онҳо ба шаҳри Хорух 186 нафар ва ноҳияи Шуғнон 76 нафар рост меояд. бинобар ин сохторҳои дахлдори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст ки якҷо бо вазорати корҳои дохилӣ, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати маводи нашъаовар, кумитаҳои ҷавонон ва варзиш, кор бо оила, дин ва роҳбарони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят бо ҷалби васеъи фаъолон, зиёиён ва падару модарон ҷиҳати пешгирӣ намудани сирояти бемории зикршуда дар шаҳри ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоянд. Бадахшон макони ҳазорҳо намуд гиёҳҳои шифобахш мебошад. яъне дар ҳудуди вилоят дар баробари хизматрасонии тиббӣ барои рушди гиёҳдармонӣ ва сайёҳии табобатӣ шароити мушоҳид мавҷуд буда, зарур аст ки дар ин самт низ мунтазам чораҷӯӣ карда шавад. тибқи маълумоти мутахассисон зиёда аз 70 чашмаи табиӣ ва обҳои гарми ҳудуди вилоят хосияти шифобахшӣ дошта, дар сурати истифодаи оқилонаву мақсадноки онҳо ҳазорон нафар эҳтиёҷмандон метавонанд аз чунин навъи табобат баҳра бардоранд. бояд гуфт ки бо дар назардошти табиати нотакрор, кӯҳ қуллаҳои баланду барфпӯш ва мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, тараққӣ додани сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалияноки рушди иқтисодиёти вилоят ба ҳисоб меравад. сол ба сол афзудани шумораи сайёҳони дохиливу хориҷӣ нишонаи возеҳи имкониятҳои васеъи сайёҳии Бадахшон мебошад. дар ҳақиқат Бадахшон бо кӯҳҳои зебоманзар, пиряхҳо, чашмаҳои гарм ва мавзеъҳои таърихию табиати нотакрори худ ҳамчун яке аз мавзеъҳои нодири сайёҳию кӯҳнавардӣ, шикор ва ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш дар ҷаҳон эътироф гардидааст. боиси ифтихори мову шумост ки соли 2013 бо қатномаи ЮНЕСКО боғи миллии Тоҷикистон ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии ин ташкилоти бонуфуз ворид гардид. боғи миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи олами ҳайвоноту наботот, рушди сайёҳӣ ва истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ташкил ёфта масоҳати 2,6 миллион гектарро дар бар мегирад. масоҳати боғи миллӣ 60% қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 40% ҳудуди ноҳияҳои Сангвору Лахш ва дар маҷмӯъ
18% مساحت عمومی مملکت را تشکیل داده. قسمت زیادی آن از کوههای بلندیشان بیش از 5-6 هزار متر عبارت می باشد. کوههای قراقل، زارکل و سرس، وادی سنگوار، قلعه‌های اسماعیل سامانی و ابوعلی امیلی سینا، پیرک‌های فیچنکا، خرسان و گرما که همه ساله سیاحان و کوهنوردان زیاد برای تماشای آنها می‌آیند، اینچنین چشمه‌های گرم و معدنی از شاهکاری‌های طبیعتی این قسمت وطن عزیزمان تاجیکستان به شمار می‌رود. وابسته به این مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایای آن یکجا با کمیته رشد سیاحی باید جهت در موضوعهای تاریخی و سیاحی تشکیل کردن انفراستراکچور زمانوی، نظارت حالت سانیتری آنها، بلندبر داشتن صفت خدمت رسانی و آماده نبودن کادرها در این سمت، اینچنین جلب اهالی به رشد هنرهای مردمی کارهای عملی را برآورد. حاضرین گرامی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و رعایت قانونیت و ترتیبات در سراسر کشور یعنی تامین بودن ولایت قانون شرط مهمترین رشد میانبره کشور از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. ولی طوری که همه شما در خاطر دارید از سالهای جنگ شهروندی سر کرده تا سال 2018 وضعیت در حدود ولایت و پیش از همه در مرکز آن شهر خارو تمایلی مرکب شوی داشت. در این دوره سطح بلند جنایتکاری، فعال شوی گروه های متشکل جنایتی، مسلح شوی آنها، تأثیر گروه هایی که به قاچاق مواد مخدر مشغول بودند، اینچنین اشخاص تخریب کار و رابطه آنها با خدمات مخصوصی بعضی کشورهای خارجی، اینچنین بسیار آسیب پذیر گردیدن سرحدی دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان عامل های اساسی تاثیرگذار با وضعیت به شمار می رفتند. موجودیت شماره زیاد سلاح و لوازمات جنگی در دست ساکنان، غیر قانونی گرفته گشتن سلاح آتشفشان از جانب اشخاص علاهده جنایت پیشه و سرکردگان و اعضای گروه های متشکل جنایتی، صادر شوی جنایت های وزنین با استفاده از سلاح آتشفشان و ناکشاده ماندن آنها باعث تشویش و اضطراب مردم گردیده 1372 جنایت از سالهای قبلی ناکشاده مانده بود. اینچنین صادر شوی جنایت زیادی وابسته به عبور غیر قانونی سرحدی دولتی، قاچاق مواد مخدر، سنگ‌های قیمت‌بها و سلاح آتشفشان وضع ولایت را مرکب گردانیده بود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح نشمندی در بین اهالی از جمله جوانان بخصوص در شهر خاروق نایه‌های شغنان و روشان تشویش‌آور و حتی خطرناک گردیده بود. اگر در کشور سال 2017 با هر 100,000 اهالی 81.7 نشمند راست آمده باشد، این رقم در ولایت مختار کوهستان بدخشان 370 نفر از جمله در شهر خاروق 1200 نفر، نایه‌های شغنان 535 و روشان 396 نفر را تشکیل میکرد. حالا که این رقم در نایه‌های درواز و مرغاب همگی 29 و 46 نفر را تشکیل میداد. هر سال 10 نفر جوانان ولایت از زهرآلودشوی با مواد مخدر هلاک میشدند. تنها در 10 سال اخیر 332 نفر که اساساً جوانان می باشند از بیماری نشمندی فوت دیدند، یعنی به حساب میانه هر سال 33 نفر. از این شماره 161 نفر از شهر خاروق و 96 نفر از نایه شغنان وابسته به وضع بمیار آمده و با مقصدی به اعتدال آوردن وضعیت ما هنگام سفر به ولایت ماه سپتامبر سال 2018 قرار کردیم که از حساب رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، حفظ حقوق، ساختارهای نظامی و دیگر ساختار و مقامات داخلدار ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی تأسیس دهیم. زیرا افزایش جنایتکاری، بیماری‌های سیریاتی، نشمندی، گرفتاران
بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم و بی‌طرفی و خونه‌نظری و دورویگی بعضی کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایای ولایت، یعنی خدمتچیان دولتی، تشکیلات و مؤسسات دولتی، فعالان جامعه، حتی بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در تأمین ولایت قانون، یعنی مبارزه بر ضد جنایتکاری، نشأه‌مندی، رعایت نگردیدن مقررات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و زبان دولتی ما را به قبول چنین قرار وادارست. ستاد مذکور فعالیت خود را در اساس نقشه چهاربینی‌ها آید به اجرای دستور سپارش‌های از طرف رهبر دولت داده شده دایر به کاهش دادن شدت جنایتکاری در ولایت برآمده با جلب کارمندان مسئول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایای ولایت، مقامات سودی و پروکراتوره، مقامات امنیت، کارهای داخلی، فعالان و جوانان و اهل زیا کارهای فرماندهی را آغاز نمود. در این روند پیش از همه باید گفت که بنابر پشیمانی از کردار و اختیاران و مقامات حفظ حقوق حاضر شدن جنایتکاران در جستجو قرار داشته نسبت به عملهای غیرقانونی 119 نفر ساکنان ولایت جزاهای سبک تعیین کرده شدند. از جمله نسبت به 25 نفر شخصانی که قانونشکنی‌های گوناگون صادر کرده بودند و در جستجو قرار داشتند بنابر سبب به مقامات حفظ حقوق اختیاراً حاضر شدن خود اقراری آنها و با تفتیشات همکاری کردنشان جزای از آزادی محروم شدن آنها از معیار پیش بینی کرده قانونگذاری نسبتاً کم تعیین کرده شده است. اینچنین 40 نفر جوانانی که بار اول جنایت صادر کرده با استفاده زورآوری و تهدید به مقابل نمایندگان حاکمیت، کارمندان مقامات حفظ حقوق یا خدمتچیان حربی راه داده بودند، بنابر جوان و سن و سالشان به دعوت حربی برابر بودند نسبت به آنها پرونده‌های جنایتی آغاز کرده نشدند. با مقصد در روی وطن دوستی تربیت یافتن این جوانان آنها به خدمت حربی سفربر گردیده حالا در صف قوای مسلح با موفقیت خدمت کرده ایستادند. برای سالهای طولانی سرکشی کردن از پرداخت قرضهای بانکی نسبت به 91 نفر ساکنان ولایت 87 پرونده جنایتی آغاز گردیده بود و می بایست برای بررسی به مقامات سودی ارسال کرده میشد. لیکن از طرف مقامات تفتیشاتی با آنها امکانیت داده شد که مبلغ قرض بانکیشان را پرداخت نمایند. بعد پرداخت نمودن مبلغ قرضهای بانکی بنابر پشیمانی از کردار نسبت به 34 نفر پرونده های جنایتی آغاز گردیده قطع کرده شدند. نسبت به 20 نفر ساکنانی که به عمل و کردارهای اوباشی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و قصداً رسانیدن ضرر به سلامتی راه داده بودند، به خاطر جوان بودنشان و در آینده به حیات فرزندانشان نآوردن معلومات اسناد آورنده یعنی داغ سودی به جای آغاز کردن پرونده های جنایتی، پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده هر یک آنها به مهلت 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شدند. در برابر این جهت مصادره سلاح و مهمات جنگی، مواد مخدر دستگیر کردن و به جوابگری کشیدن جنایتکاران در جستجو قرار داشته یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشیده شد. طبق حسابات پیشنهاد کرده ستاد در ظرف 1 سال و 10 ماه گذشته 376 پرونده جنایتی و 3737 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده در دایره پرونده های جنایتی 208 نفر تحت تفتیشات قرار داده شدند که از این شماره 143 نفرشان اعضای گروه های متشکل جنایتی می باشند. در این دوره از طرف استادات بین اداروی مقامات تأمین امنیت در ولایت 1190 حالت جنایت به قید گرفته شده کشادارشوی آن بیش از 90% را تشکیل کرد. اینچنین در قلمرو ولایت قریب
56,000 حالت حقوق ویرانکنی ماموری آشکار گردید. علاوه بر این 54 حالت دخالت کردن به فعالیت نمایندگان حاکمیت دولتی و کارمندان مقامات حفظ حقوق استفاده زورآوری و تحقیر و تهدید واقع گرفته نسبت به 67 نفر ساکنان ولایت پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. برای در حالت سرخوشی صادر نمودن کردارهای میده آباشی در جایهای جمعیتی 2000 نفر ساکنان ولایت دستگیر گردیده 1750 نفر آنها از 5 تا 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شدند. در دام 1 سال و 10 ماه آخر 1200 نفر بیماران نشأمند به قید گرفته شدند که 200 نفر آنها برای صادر کردن جنایت حبس گردیدند. در نتیجه سوءاستعمال واسطه‌های نشه‌دار 40 نفر فوتیده است. حالا 860 نفر نشأمندان در قید باقی مانده‌اند. در این دوره 600 نفر میزدگان معین و به قید دیسپانسری نارکولوژی ولایت گذاشته شدند. از این شماره در دام 1 سال و 10 ماه آخر 100 نفر تبابت یافته 20 نفر دیگر فوتیده است. امروز در قید 400 نفر میزدگان باقی مانده‌اند. در سمت مبارزه بر ضد گروه‌های متشکل جنایتی 143 نفر سرکردگان و اعضای گروهی ذکر شده دستگیر گردیده 122 نفر آنها با حکم سود از آزادی محروم کرده شدند. در نتیجه برآمدن کارهای اپراتیوی و جستجویی از جانب ستاد 115 نفر اعضای در کارتکاوی رسمی قرار داشته گروه‌های متشکل جنایتی دستگیر گردیدند. در دوره ذکر شده از اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و شخصان علاهده 1072 میل سلاح آتشفشان و 353 کیلوگرم مواد مخدر اینچنین بیرون از حدود ولایت از ساکنان ولایت 272 کیلوگرم مواد مخدر مصادره گردیده اعضای 13 گروه متشکل جنایتی نشأه جلاب فراملی در هیئت 73 نفر آشکار و دستگیر کرده شدند که 51 نفر آنها ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان میباشند. علاوه بر این جهت مستحکم نمودن حفظ سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با کشورهای هممرز خصوصا در موضعهای آسیب پذیر از ماه دکمبر سال 2018 تا این جانب 50 دیدبانگاه علاوگی سرحدی از جمله در شهر خاروب 27 ناحیه درواز 11 و اشکاشیم 12 دیدبانگاه تأسیس داده شد و این کار ما در آینده نیز ادامه خواهیم داد. مبارزه با ضد اکستریمیسم و تروریسم و برگردانیدن طالب علمانی که غیر رسمی در کشورهای خارجی تعلیم دینی می‌گرفتند. در این دوره پرزور گردانیده نسبت به 4 نفر ساکنان دیهاتی یزغلام ناحیه ونج بنابر رابطه داشتنشان با اعضای تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شد. باید گفت که تا حال 50 نفر ساکنان ولایت در صف چنین تشکیلات‌ها قرار دارند. آشکار و پیشگیری نمودن جنایت‌های اقتصادی یکی از سمت‌های مهم فعالیت ستاد در دوره قریب 2 سال آخر. در این مدت نسبت به 91 نفر 87 پرونده جنایتی آغاز شده ضرری رسانیده شده با مبلغ 20 میلیون سومانی برقرار گردیده است. از حساب قرض‌های بانکی قرض قوه برقی استفاده شده نفقه مزمینت آبی آشامیدنی انداز دیگر جریمه ها اینچنین خدمت رسانی ریاست وزارت کارهای داخلی قریب 104 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. در دایره چهاربینی‌های عملی شده ریانیدن قریب 3 میلیون سومانی مبلغ پرداخت‌های گمرکی تامین گردیده 7.6 میلیون سومانی مبلغ‌های انداز پرداخت نشده کارخانه و اداره‌ها شهروندان علاهده و صاحبکاران انفرادی به بودجه دولت برگردانیده شده است. طبق معلومات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سالهای 2018 2019 و 6 ماه سال جاری در حدود ولایت 446 جنایت کروپسیونی از طرف 262 نفر صادر گردیده آشکار کرده شده است که 49 حالت آن را جنایت‌های وزنی تشکیل می‌دهد.
از شماره عمومی جنایت‌های آشکار شده به شهر خاروق 118 جنایت، نایه‌های شغنان 37، روشان 47، راشقاله 42، مرغاب 20، اشکارشیم 54، وان 48 و درواز 80 حالت راست می‌آورد. طبق تحلیل‌ها کارمندان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی 28 جنایت، ساحه معارف 35، تندرستی 4، مؤسسه‌های بانکی 112 و کارمندان ساختارهای زیرتابعی دیگر وزارت و اداره‌ها، سوبیکت‌های خواجگیدار غیر دولتی، صاحبکاران انفرادی و شهروندان 267 جنایت صادر کردند. مثلا شهروند دوست محمد عبیدا با مقصد تصرف مبلغ‌های قرضی از فاند دستگیری صاحبکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با واسطه بانک دولتی امانت بانک برای استحصال محصولات قنادی و مکرانی 632,000 سامانی قرضی امتیازنامه گرفته 422,000 سامانی آن را تصرف نموده است. یا که دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدودی سینباد شهر خاروق سید محمد و سید رحیم هنگام اجرای کارهای ساختمانی بنای ناتمام تعلیمی در دهه خباس نایه راشقاله با راه ساختکاری در صنعت‌ها ارزش اجرای کارهای ساختمانی را 61,000 سامانی برزیاد نشان داده مبلغ مذکور را از آن خود کرده است. سرمحاسب فعلی امانت بانک نایه اشکاشیم ترگیف عارف در سالهای 2014-15 با مسئولیت پیشکی با مسئولین بانک با نام شهروندان علایده به خبردار کردن آنها پرونده های قرضی قلبکی ترتیب داده با این را 721,000 سامانی را از آن خود نموده است. بعضا بانک فیلال های بانک های ما در شهر نایه همین قدر مبلغ در یک سال قبل که باید صندوق قرضی ندارند. حالت قرض‌های غیر فعال یعنی قرض‌های مشکل‌ستان تشکیلات‌های قرضی در ولایت فعالیت داشته تشریح‌ها باقی مانده و سیم این سال جاری حجم آنها قریب 19 میلیون سامانی را تشکیل داده است. در ولایت شماره شخصانی که عهده‌داری خود را در نزد تشکیلات‌های قرضی اجرا نمی‌کنند تا حال خیلی زیاد می‌باشد. سال‌های قبلی در ولایت نقشه دعوت جوانان به صف قوای مسلح عموما اجرا نمی‌گردید، حتی در زمان شوروی. بعد ملاقات رهبر دولت و با دستگیری ساکنان نقشه دعوت تیرماه سال 2018 107%، دعوت بهاری سال 2019 در 3 روز 104%، دعوت تیرماه سال 2019 در 3 روز 110% و دعوت بهاری سال 2020 در 1 روز 103% اجرا گردید. تمام مردم جمهوری به شما با مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان رابطه همه احسن میخواند. احسن. در جاده عملی سازی اقدامات و چاره‌بینی‌های ذکر شده دستگیری ساکنان ولایت مخصوصاً پدر و مادران و خصوصاً جوانان نقش بسیار ارزشمند بازیدن که با استفاده از فرصت به مردم شریف ولایت برای پشتیبانی از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت سپاس و منتداری بیان می‌نمایند. در همه دور زمان راهبر تکیه با مردم باید کرد. وظیفه راهبر از پرزیدنت تا همه زینه‌ها خدمتچی‌های دولتی به خلق خدمت کردن است. برادرها فراموش نکنید، به خلق خدمت کردن. ما خدمتچی مردم هستیم. راهبران شهر نایه و همه ساختار و مقامات دولتی ولایت را بار دیگر وظیفه‌دار می‌سازم که رابطه را با اهالی مستحکم کرده برای بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی و شهروندی ساکنان کارهای فرماندهی را در بین همه قشرهای جامعه به طور جدی تقویت باشد. در این روند علاخصوص رئیسان محله ها، جماعت های شهرک و دهات، راهبران مؤسسات تعلیمی، کارمندان مسئول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایه ها یعنی خدمتچیان دولتی موقع بی‌طرفی را اشغال نکرده باید مسئولیتی بلند و تشبث‌آمیز نشان دهید. در هیچ حالت من روی راست میگم دوریه شدن در کار نیست. اعتقادی مردم میگریزد.
اعتقاد اخلاص مردم از روبر میگریزد. چنانکه بارها از منبرهای بلند سازمانهای بین المللی تاکید کردم، ناآرام باقی ماندن وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان و ادامه یافتن مقاومت مسلحانه سازمانهای تروریستی در قلمرو آن با وضعیت تاجیکستان بخصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان که با این کشور 910 کیلومتر سرحد دارد تأثیری بی‌واسطه رسانیده با ثبات و آرامی میوه‌های آن خطر جدی ایجاد می‌نماید. افزایش شماره جنگیان گروه‌های تروریستی در منطقه‌های شمالی افغانستان همچون تهدید و عامل اساسی خطرزا برای ساخت انسانی و دولتداری ملی و دنیوی تاجیکستان باقی می‌ماند. ولی متاسفانه بعضی گروه‌های متشکل جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان دیده و دانسته این عامل را صرف نظر کرده با اعضای تشکیلات و گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر، سلاح و سرحدشکنان جمهوری اسلامی افغانستان رابطه برقرار می‌کنند و جنایت‌های وزین صادر نموده ثبات و آرامی را در قلمرو ولایت خلل‌دار می‌سازند و در این سمت ساکنان آسایشته را نیز با راه فریب و مشروعی استفاده می‌کنند. مثلا در دوام 1 سال و 10 ماه آخر 13 نفری اعضای گروه متشکل جنایتی اینچنین با دعوت و تشویقات آنها 51 نفر ساکنان ولایت و 15 نفر شهروندان افغانستان برای صادر نمودن جنایت‌های وزین از قبیل قاچاق مواد مخدر، سلاح و لوازمات جنگی، عبور غیر قانونی سرحد دولتی، کوشش انتقال گروه‌های تروریستی با مقصد ناآرام ساختن وضع در قلمرو ولایت و مملکت در خط مرز دستگیر و به جاوداری جنایتی کشیده شد. از این لحاظ با مقصد از بین بردن عامل‌هایی که با پیدایش، تشکلیابی و نفوذ پیدا کردن غایه‌های اکستریمیستی و تروریستی و حالت‌های حقوق ویرانکنی زمینه می‌گذارند، اینچنین برای درست هدایت نمودن نورسان و جوانان باید مجموعی چاره‌بینی‌ها در سمت به اهالی فهمانیدن مفهوم‌های تاجیک و تاجیکیت، دولتداری ملی تاجیکان، خودشناسی و خودآگاهی و وحدت ملی، قهرمانی و جانیساری‌های فرزانه ملت تاجیک به مثل استاد عینی، باباجان غفوروف، شیرینشاه شاه تیمور و دیگران برای پایداری دولت تاجیکان عملی کرده شد. برای هر یک شهروند تاجیکستان ارزش و مفهوم پایداری دولت ملی تاجیکان باید از همه بالا باشد و همچون غایه مهم و تقدیرساز دانسته شد. ولی از تحلیل مشاهدات چنین برمیاد که با وجود تدبیرهای تا امروز عملی نموده حکومت مملکت و غمخواری اون شرایط مهیا گردیده، خصوصا در سمت تعلیم و تربیه، تا حال سطح کارهای تربیوی در همه زینه‌ها از عائله سر کرده تا سطح محل، کودکستان، مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان چندان ثمربخش نیست. متاسفانه امروز در جامعه ما علخصوص در بین نورسان و جوانان تفکر ملی، سیاسی، مفکوروی، جهانبینی دنیوی مناسبت به ساخت انسانی و دولتداری ملی در سطح ضروری نیست. تحلیلات ثابت می‌سازند که تفکر کشری نورس و جوان جامعه در سمت شناخت عمیق هویت ملی هنوز به تکمیل جدی نیاز دارد. مقصد اساسی ما در رویه وطن دوستی، صداقت به دولتداری ملی تاجیکان و افتخار با ملت، دولت و وطن تربیت کردن نسل نورس میباشد. بنابراین ضرور است که در همه زینه‌های تحصیلات جهتی در مفکوره نسل نورس جای کردن و مستحکم نمودن احترام به تاریخ، فرهنگ و زبان دولتی، مقدسات و ارزش‌های دولتداری ملی تاجیکان، خودشناسی و خودآگاهی، ننگ و ناموس ملی و البته وطن دوستی و وطن پرستی و تحکیم وحدت ملی تدبیرهای مؤثر علاوگی اندیشیده شود. ما باید نسل آینده را همچون شخصیت‌های تشبثکار و وطن دوست به وایه رسانیم
و آن را از تأثیر همه گونه مفکوره تحمیلی افراطی، بیگانه پرستی و ارزش‌های ضررناک غیر ملی ایمن داریم. ما وظیفه داریم که جوانان صاحب معرفت و دانشمند، هوشیار و زیرک، وطن دوست و وطن پرست و حامیان دلیر و شجاع مرز و بوم اجدادی را تربیت نماییم. در رابطه با این تاکید می سازم که تکیهگاه اساسی مقامات اجرایی مالی حاکمیت دولتی باید نسل وطن دوست، صادق به دولت، وطن و خلق خود دارای معرفت بلند، جامبینی معاصر، اراده مستحکم و در زحمت آب و تاب یافته باشد. زیرا در لحظه های حساس و سرنوشت است، محض آنها باید تشبث را به دست خود گرفته توانند. رهبران مقامات محلی، پدر و مادران، فعالان و زیایان باید نورسان و جوانان را از اعمال ضد قانونی و رفتاری که مردم محل، دهه و ناحیه را زیر خجالت و در حالت ناگوار میگذارند نگاه دارند. مهمترین وظیفه دولت تأمین امنیت شخص، دولت و جامعه می باشد. تأمین امنیت و رشد ساحه‌های گوناگون حیات جامعه در نوبت خود تنها با راه تأمین نمودن ولایت قانون و درک مسئولیت بلند شهروندی عملی کرده می شود. بنابراین رعایت بیچون چرای قانون باید اساس فعالیت هر یک فردی جامعه باشد. با این مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم، یعنی تربیت حقوقی اهالی، باید به سطح رسانیده شود که خود جامعه با مسئله های ویران کردن قانونیت، حس بیگانه پرستی و خرافات پرستی و رادیکالیسم دینی با در نظر داشتی رشد با مرام دولتداری واکنش آگاهانه و عادلانه نشان دهد. یکی از مهمترین عامل هایی که به این روند مساعدت فعال میکند فعالیت ثمرناک رهبران و کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، یعنی خدمتچیان دولتی در کشور از جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. از این لحاظ انتخاب و جابجاگذاری و تربیت درست کادرها مسئله فوق‌العاده مهم به حساب می رود. با وظیفه های مسئولیتناک دولتی شخصان پیشوری کرده شوند که پیش از همه پاک وجدان و به وطن، دولت و خلق خود صادق باشند. سطح بلندی معرفتناکی، کسبیت، قابلیت تشکیلاتچگی و استعداد رهبری کردن مردم را داشته باشند. مسئولیت سروری و سمت اجرای مهمترین وظیفه‌های دولتی سفربر نمودن تشکیلات و مؤسسات و مردم به دوش راهبر قرار دارد. قانون برای اجرای این مسئولیت و وظیفه ها به او حقوق و صلاحیت های معین داده است. برای رهبری موفقانه خصلت‌های شخصی و کاری و تخصصی، قابلیت در لحظه های معین قبول کرده توانستن قرار درست، تشبثکاری، قاطعیت در موقع دولتداری و تأمین قانونیت و ترتیبات، ایستادگری کردن و استعداد به عامه تأثیر رسانیدن نهایت ضرور است. ولی متاسفانه در سطح بعضی جماعت و ناحیه‌ها تا هنوز عکس این حالت بر علا بر نظر می رسد. در برابر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مهمترین وظیفه رهبران مقامات اجرایی حاکمیت محلی از سطح محل تا ولایت کارهای فرماندهی، مفکوره سازی و به دست گرفتن تشبث در مناسبت با قشرهای آسیب پذیر جامعه می باشد. ما باید واقعیت را به مردم با دلیل و مثالها و در مقایسه با سالهای پیشین فهمانیم. سبب‌های اصلی بعضی دعواها را نسبت به جنایتکاری‌ها گشاد روشن گوییم و کار را طوری برآوریم که مردم پیش از همه جوانان با عاقبت‌های حقوقی رفتار خود بهای واقعی داده توانند. در رابطه با این وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، معارف و این وظیفه‌دار کرده می‌شوند که یک جا با دیگر ساختار و مقامات دخلدار مسئله باز هم زیاد نمودن کوتا را
برای تحصیل جوانان ولایت در مؤسسه‌های تعلیمی دیگر شهر نایای مملکت بررسی نمایند. وزارت اداره و ساختار و مقامات مربوطه باید اجرای طلبات قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و درباره زبان دولتی را تحت بررسی همه‌جانبه و نظارت جدی قرار دهند. تاکید می‌سازم که قانون برای با تنظیم در آوردن این جنبه حیات جامعه قبول کرده می‌شود و اجرای مقررات آن از جانب همه شهروندان کشور حتمی است. همچنین ساختار و مقامات دخلدار وظیفه‌دار کرده می‌شود که جهت پیشنهاد معلومات سری وقتی و دقیق به اهالی فعالیت واسطه‌های اخباری عامه ولایت را گسترش بخشیده دایر به مسئله فراگیری پوره شهر و ناحیه‌های ولایت با برنامه‌های تلویزیونی مرکزی و محلی تدبیرهای علاوگی اندیشه. یک نکته دیگر را تاکید می‌سازم که وظیفه هر یک رهبر از ولایت سر کرده تا جماعت‌های شهرک و دیهات مسئولان ساحه‌ای وابسته به جوانان و زنان همچنین فعالان اهلیزیا خادمان دین و شخصان آبرومند در شرایط امروزه سروری کردن مردم با کارهای آبادگرانه تشویق و هدایت نمودن اهالی تربیت نورسان و جوانان در روی وطن دوستی و وطن پرستی افتخار ملی آموختن علم و دانش کسب و هنر رعایت قانونیت ترتیبات یعنی تأمین نمودن ولایت قانون می باشد. من به زحمت دوستی وطن پرستی و حس بلند ملی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باور دارم و با اعتماد کامل اظهار می نمایم که آنها در قطار تمام مردم شریف تاجیکستان جشن مقدس و بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال دولتی را با احساس گرمی وطن دوستی و دستاوردهای ارزنده استقبال می کنند. بار دیگر با همه شما ساکنان میهمان نواز و زحمتکش و متین اراده ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پذیرایی صمیمی عرض سپاس نموده خرد و بزرگ مردم ولایت را با افتخار سالگرد 29 استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان تبریک میگویم و به خاندان هر یکی آنها سلامتی، خوشبختی و فیض و برکت آرزو می نمایم. سعادت و پیروزی دائما نصیبتان باشد هموطنان عزیز. سلامت باشید. نتیجه کار فعالیت حکومت مملکت را دایر به ولایت مختار کوهستان بدخشان قریب که من تحلیل کرده برد و باغ کمبودی‌ها و راه‌های حل مسائل کمبودی‌های جایدار برطرف کردن رو پیشنهاد کردیم. کمی یک غیرت دیگر کنیم تا یک مشکلی نیست. فرق میکنه. در ظرف 2 سال از اون سفری که داشتم من حس میکنم ببینم یگان معلومات یگان اخبارات من در کوچه‌های شهر حتی غیر پروتکلی با مردم رفته در اینجا اونجا مردم عادی حتی گرچند یک قاعده‌ای بهداشتی هم رعایت نمی‌کردن من صحبت‌ها داشتم با اونا گوش کردم هست اونا مردم همین چیزا رو پورا دستگیری میکنن ما با مردم تکیه کردم مونده کن نه با جنایتکارا با مردم اکثریت هستند خلق اکثریت هست نترسید نه هراسید اگر ترسید کار نکنید خوبش کار کردن در کار نیست اگر من بی‌ترسیدم از 316 من در همونجا وای کردم جای پنهانی نیست قاضی دولت رو شاهدی در پلوی من بودن قاضی دولت قانون‌داد در همینجا دارد شاهد زنده بودن من هستی خود را بخشیدم هستی خودم هم بخشیدم تنها به خاطر سرجامی ملت تاجیک پیش رای خونرازی را گرفتم خلق هیچ گناه ندارد مردم هیچ گناه ندارد یک کم تر دیگه غیرت کنیم کار کنیم یا 3-4 سال میرود ساحه اجتماعی اصلا عوض میشه ساحه معارف تندرستی راه که آنچه که ما کرده ایستادیم شما امکانیت ندارید بودجتی ولی گفتم بودجت ما قریب که 50% سوبسیدی است اکنون کارخانه‌های صنعتی باید باشه گفتیم در حدود ولایت اکنون
سر کرده ایستادی من نویای درواز اومده ایستاد است من بخیر در خدی نویای مرغابم بای کردیم بنیاد کردیم آیسته آیسته قدم به قدم شده ایستاد سبزار هم شد صنعت هم میشود هم برای رشد و ترقیات صنعت در ملت هم قسم دیگرش با جمهوری اسلامی افغانستان مردم برادر خود را تامین کرده میتونه این در اومد میشه اگر تکلیفات باشد پیشنهاد باشد من مرامت وایکل پیشنهاد کنیتون چیکار کردم موداکو چی است من این پیشنهاد حاضر من کردم اینا کردم برای چی روبروی دانشگاه هست چند نفر دانشجو هستند 4000 بیا مصلحت کنیم آیسته آیسته وزیر معارف یک بارانه 1000 نفر دیگر اما اختصاص دانشگاه‌های دیگر جمهوری ده خوابگاه و دیگر خطی تامین کردن در کار چون که اینو اکثرا پشکلی خوابگاه است از دیگر دانشگاه اینجا انتخاب کنیم میشه دوستی رفاقت رفت آمد برادری یا نه جوان هم خودشون قبول کنن مرحمت من در اختیار شما اگر تکلیف اراده باشه پیشنهاد باشه سرور معظم دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان من دکتر جراح معاون دیرکتور مرکز سلامتی شهر خاروق مبارکشاه امامبکov نخست میخواهم پی و قدم مبارک شما را به این گوشه تاجیکستان عزیزمان کوهستان بدخشان با احترام کامل و صمیمیت خالصانه خیر مقدم بگویم زیرا پس از هر تشریف شما پی و قدوم نیکتان دل هر یک بدخشانی از سرور چمن می شکفد بدخشان به زینه‌های نو به نو رشد و نمو قدم می گذارد آبادی و سرسبزی وسعت تازه کسب می کند ما کارمندان ساحه تندرستی ولایت سیاست ثابت قدمانه شما را در مسیر پیشرفت و شکوفایی وطنمان کاملا جانبداری می نماییم و در راستای اجرای وظیفه های کسبی امان تمام غیرت و هنرمان را روانه می سازیم. شما خوب آگاهی دارید که پزشکان بدخشان ضمن پیشگیری و برطرف نمودن این ویروس نو جان فداکارانه زحمت کشیدند و توانستند که با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا شما جناب عالی از صورت آموی گرفتن آن پیشگیری نمایند. ما اظهار می داریم که من بعد نیز تحت راهبری خردمندانه شما محترم پرزیدنت کشور برای افزودن دستاوردهای استقلالیت تحکیم وحدت ملی به سطح بلند و به طلبات روز جوابگو نمودن ساحه تندرستی ولایت از تمام امکانیت و ذخیره ها تجربه و نیروهای ذهنیمان استفاده خواهیم برد. تمنای همه ما این است که همیشه به بخت بلند ملت سرفراز تاجیک سلامت و موفق باشید تا ما در پیاده گشتن نقشه های عظیم سازندگی و آبادکاری حصه خاکسارانه خود را بگذاریم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. هر یک قدم شما تکان بزرگ است برای آبادی و سرسبزی بدخشان. سلامت خب چند تا مسئله کووید قطعی ولی خیر خوش نکنی مایلش این چون بخت ملت تاجیکی در ما این چیز سبکتر است لیکن شور بدم اون نکن
این نمیپرسد هوا قطعا میرود وایدم میرود دیگر میرود احتیاط کردن نکن من دینا کوچه آدم گشتم با مردم ها وای داشتم اکثر 90% نقاب وای ندارن رعایت کنیم که نشود پهن نشود ولایت نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری با خیلی کم بود بیزار نشود هر چیز و تقاضا هم کم است کم انگور شمار ماندگی است همینطوری رئیس ولایت چند نفر است در بنسخ 27 های تعمیر با داروار دیگر اون مشکلی نداریم من پیش از اومدن رئیس شهرم تکلیف داشتن که ما دارواری دیگر زیاده داریم وقتشون روان کنیم من گفتم که شهر خورو ولایت درآمد اول چکی داری روان کنید ها چون دورتر است شور باشه احتیاط کنیم مردم اصلا مهمترین قیمتترین برای انسان این سلامتی مردم است برای دولت هم ملت سالم در کار ملت سالم هر یک نفر برای ما این بیند دیگر چیزا یافته میشه رحمت کلان دیگر پرابلم های وای نیست سایت تندرستی ده خیلی کارا وای کردن من کالج هم بسپاریم بعدا کادرو دا پرابلم است گیرند وای کنه با اونو 180 قریب 200 نفر این سالا قریب 200 نفر جان میشه همونا رو تحت نظارت گیری که ختم کردن گشته بیاین کار کنه جواش دیروزم یک دخترک در نوع روشا بود همین خیلی نفرهایی که با علم ذوق دارند سطح دانششان بلند است ما کمک کردم اون کار که بینش باشد از بین عالم از کجا تو وای میکرد زمین زینم انتخاب میکرد دیگر باید باشد اگر ترخیصی من وزیر علم و معارف پیشنهاد کنید اگر در دانشگاه 235 ما اینا گفته ایشان بود چیزی که با کوتا رفتن کوتا قدیم مومنتون حتما باید بیاید اونه که خودش داخل شده است و اختیاری میراد من میگم میخوام میرم نمیخوام دیگه جو میرم شام بده اینجا میست امیر دیدم مداکور که شهر نویاره هر کس از هر جا نمیبیاد کوهستان است و دیگر از کوتا نمیبیاد برای از خودشون از زمینجا از زمین انتخاب کرده تربیت کنیم که تامین باشه شرایط رو میکنیم تجهیزات آورده ایستادیم تکنیکای بسیار نقلیاتی وای هست بنگاه تیبی مرکزهای سلامتی را در دیهای کلان برده و جماعت ها در کرده مداکور یا مرکزی شهر نویانه خدمت رسانی بشد خوب ساعت فهمومه؟ سلامت باشید موفقیت شما دیرکتور تشکیلات جمعیتی جرأت سعدی خوشوقتов پیشوای معظم ملت راهبر و راهنمای مردم شریف تاجیکستان نخست از همه عرض سلام صمیمی و احترام بی‌قیاسم را به شما رسانده برایتان در جاده دولتداری توفیق و ادامه فتوگوری نمونوی را در سالهای آینده با اخلاص کامل اظهار می نمایم. محترم جناب عالی، ما جوانان پیرو صادق شماییم. قهرمانی را از پندار، گفتار و رفتار شما مخته همچون شهروند جمهوری تاجیکستان کمر همت بر میان بربسته با استفاده از تجربه شما، متانت و شجاعت شما و به سوگند صادق بودنتان ما نیز حرکت داریم که در عملی شدن نیت و آرزوهای نیک برای رشد و نمو کشور عزیزمان سهمگذار باشیم. پرزیدنت محترم، از لحاظ جغرافی قلمرو بزرگ ولایت را کوهها تشکیل می کنند و از اینجا برمی آید که در بابت با کارهای استحصالی و کشاورزی مشغول شدن محدودیت‌های زیاد را به بار می آورد و به فکر من بایگری اساسی مردم ولایت محض دانش و معلومات ناکی آنها می باشد. مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان این را به نوبت گرفته کوشش به خرج می دهند تا فرزندان خویش را صاحب معلومات گردانند. همچون دیرکتور تشکیلات جمعیتی جرأت بعد چندی ملاقات و پیام‌های سالانه شما با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بهر در عمل تطبیق نمودن دستورهای شما در بین اهالی تصمیم گرفتیم که در ناحیه روشان و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت برنامه تعلیمی را با دربر گرفتن آموزش‌های زبان‌های خارجی بخصوص انگلیسی و روسی و مختلف فن‌های دقیق، گسترش برنامه کامپیوتری، تکمیل سواد مولوی را به راه مانیم. الحال در کورس‌های تشکیلات جمعیتی جرأت قریب 2000 نفر شنوندگان به تحصیل مفید فرا گرفته شده اند. یکی از نتیجه های ما این داخل گردیدن 14 نفر دانش آموز به دانشگاه با نفوذ عالی مملکت و بین المللی می باشند.
از بین آنها دانشجویان حالا در دانشگاه حافظ مرکزی جمهوری خلقی خطای فدراسیون روسیه با موافقت تحصیل کرده ایستادند. یکی از برتری‌های برنامه تعلیمی ما در آن است که شرکت کنندگان کورس ها و همچنین معلمان به واسطه در مکان زیست خود نه فقط به آموزش فرا گرفته می شوند بلکه امکانات صرف کردن هم وقت خود و هم مبلغ‌هایشان را پیدا می کنند. حتی در دهات دوردست کودکان و نورسان امکانات دارند که در مؤسسات دولتی تعلیمی بعد مشغولیت‌های درسی به ممانعت به آموزش چقدرتر فنها مشغول شوند. حالا باشد خردسال‌ترین شنونده کورس‌های اینتراکتیوی تشکیلات فکرهای خود را با زبان‌های انگلیسی و روسی افاده کرده می‌توانند. این ثمره همکاری مفید ما با مقامات‌های معارف سطح ناحیه‌ها و ولایت میباشد. تشکیلات جمعیتی جرأت بعد ناحیه روشن فعالیت خود را در ناحیه‌های ونج و درواز و شغنان برا مانده تا به امروز 56 نفر متخصصان علوم معلومات صاحب تجربه را با جای کار دائمی تأمین نموده است. محترم پیشوای معظم ملت، با دستگیری‌های پیوسته شما سال تا سال برای علم آموزی جوانان کشور صاحب استقلالمان شرایط‌های هرچه بیشتر فراهم آورده شده ایستاده است. متاسفانه نه همه آنها امکان دارند که سر وقت به جای کار دائمی تأمین گردند. از این رو محترم جناب عالی از شما احترامانه خواهش می نماییم که مقامات‌های دخل‌دار در عملی گشتن نقشه فعالیت تشکیلات ما که نمونه همکاری دولت با بخش خصوصی به شمار می رود بیرون از ولایت از جمله ولایت ختلام ما را دستگیری نمایند. در صورت عملی شدن این اقداممان در 1 و 2 سال تحصیل از 350 تا 500 نفر آموزگاران با کار دائمی یا شرطنامه‌ای جلب شده هزاران نفر شاگردان با آموزش این زبان‌های سطح بین‌المللی فرا گرفته خواهند شد. پیشوای معظم ملت، بار دیگر به شما برای دستگیری جوانان سازنده آبادکار کشور عزیزمان اظهار سپاس نموده عمر دراز با برکت و بخت و اقبال دولتداری را آرزو می‌نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. سلام. خب تشکر زیاد. از حساب اویلوی کمیزات هستن نفرایی که در کورس‌های آموزشی اشتراک میکنند؟ بله جناب عالی. از سال 2016 تا این جانب در چیز ما 157 نفر از اویله های کمیزات تماما به پول تحصیل کردند و زبان انگلیسی. بسیار کار خوب. یتیمان هم هستند. ما در مکتب اینترنت پرزیدنتی ناحیه روشن کورس ها رو تماما به پول تشکیل کردیم. رحمت. این بسیار مهم. همین وقتی که بچه‌ها رو ما زبان آموزی آماده میکنیم همه اونا رو ما تربیت کردیم. کلی یتیمان بعد ختم میکنن ما دانشجو میگیریم داخل 100%. و چیزی که ذوقشون کدام فنیده است کدام اختصاصی داخل کرده. حتی اونایش که وای هستند برای دختران مخصوص ما مرکز داریم، خوابگاه، شرایط‌های درجه عالی، هم در اونجا کسبی دوزندگی پختوپزی میگیرد جا خوب با شوهر میتیم اویله‌دار میکنیم کسب و هنر بعد زندگی مستقل نمیروند منطقه دعاشون میتیم که دیگر این طرف خودتون زندگیتون رو بینید. یعنی وقتی زبان میدوند احساس میگیرد و تیز زندگی حیاتی مستقلانه ده تیار میشه آماده میشه عذاب نمیکشه. آموزگارای فنهای زبانهای روسی و انگلیسی بدانند خواندن کدام وقتی معلومات که اون چیزی که خواندن با طلبات جوابگو نیست باز آموزی کردنشان کار که بچه ها بی سواد نمونند. همه وابسته است به سطح صفت کسبیتی آموزگار هم خیلی نیست؟ هر خدمتون جوان هستید. اگر ما هستن آموزگارانی که بسیار سه طلب سطح سوالناکی بلند دارن هستن آموزگارایی که خیلی حتی نسبت به همون صنفی 8-7 بالا جواب نمیگه برابر. ولی جای پنهانیش نیست همین است. شورناکی ذهن کودکان نورسان امروزه از 10 سال پیش فرق میکنه. بله. رحمتی کلام شو کاری وای کردش. ما
حتما خواهیم نخواهیم آینده برای چی تاکید کرده ایستادیم زمانش میرسد که از پرزیدنت سر کرده تا پارلمان اعضای حکومت همه خدمتچی دولتی طلبات هم میشه زبان مادری به درجه اعلا دو زبان خارجی را به زبان چگونه که اروپا دست میداند بعد دیگر راه پیشنهاد میشه اعضای حکومت میشه دیپوتات میشه یا دیگر میشه همکاری کردن تجارت داد و گرفت دیگر با این زبان در کار معاشرت در کار متخصص در کار چقدر کوشش کنیم یک نفر با سواد باشد این با منفعت مردم ما بله جناب سلامت باش رحمت کنم محترم پیشوای معظم ملت من سابقه دار مهنت ساکن شهر خاروق شادم که باز به دیدارتان با رحمت پروردگار نصیب گشتیم هر یک سفر و هر یک دیدار بینیتان به مردم بدخشان به خصوص شهر خاروق فیض و برکت آرامی آبادی و فراوانی و باوری به آینده نیک هدیه می کند. ما نسل کلانسال در دو دوره تاریخ دوره شوروی و دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان عمر به سر برده ایستاده ایم و دائما دستاوردها و پیشروی‌های این دو دوران را قیاس می کنیم. امروز به هر گوشه و کنار بدخشان به خصوص شهر خاروق نظر می کنیم و در همه جا آبادی و سازندگی بنیادکاری و پیشروی‌های بی نهایت زیادی را از پیش ما جلوه‌گر می‌گردند. هر یک سفر شما به بدخشان با گذاشتن سنگ اساس و به استفاده دادن انشاءات‌های زیادی آغاز می‌گردد که به ما جوانان دوره شوروی این به مثل افسانه می‌نمود. هنگامی به سر مردم بدخشان آمدن آفت‌های طبیعی شما جناب عالی از روزهای اول واقعه را تحت نظارت قطعی گرفته اون آدمانی که به پرگی از خانه و جای بی نصیب مانده بودند در یک مدت کوتاه با خانه ها با تمام تجهیزات با اسباب‌های عادی‌ترین روزگار تامین گردیدند. در برابر همه این دستاوردها خیر و سخاوت، صمیمیت و دلسوزی شما نسبت یتیمان و بیپرستاران، برجاماندگان و شخصان یکه و تنها و کلانسالان بی نهایت بزرگ است. هر سال طریق شاهراه ابریشم طرف بدخشان کاروان خیرخواهانه رسپار می گردد که این باز یک اقدام نیک شما سرور دولت به حساب می رود. ما زنان مادران بدخشان به خصوص شهر خاروق دائما از روزهای اول سیاست خردمندانه و سلوجویانه شما را طرفداری می کردیم و طرفداری خواهیم کرد چونکه این سیاست صلح‌خواهانه و صلح‌جویانه چادر سیاهی شب ظلمات فاجعه بار را از سر وطن و مردممان برداشته ملت تاجیک را از ورطه هلاکت و نیشوی نجات بخشیدند. حمد و ثنا میگوییم به مادری که چنین فرزند را تربیه نموده به وای رساند که پراکنده ملت تاجیک را سرجم خوشبخت سعادتیار و صاحب وطن گرداند. من از نام کل سابقه داران مهنت، از نام زنان مادران، از نام کلانسالان به شما جناب عالی و در سیمای شما به کل مردم تاجیکستان سلامتی بردوام، آسودگی خاندان، آبادی مکان، صلح و ثبات بی پایان و دسترخوان پر نان را از درگاه یزید پاک در طلبانم.
تشکر. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. محترم اساسدار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور جناب علی امام علی رحمان، حاضرین ارجمند، اولا میخواستم با افتخار و شادی به اندازه قدم مبارک شما را به ولایت مختار کوهستان بدخشان از نام تمام ساکنان ولایت خیر مقدم میگم. خوش آمدید، نور دیده، تاج سر. سلامت باشید. سلامت باشید. باعث خوشبختی و سرفرازی ما ساکنان ولایت است که با دستگیری و زحمت‌های شبانه روزی شما ولایت مختار کوهستان بدخشان روز از روز زیبا و آباد گردیده، ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی آن با ثبات رشد کرده ایستادند. شما در برآمد خود کل ساحه را خیلی دقیقاً تحلیل کردید و برای من حاجت تکرار کردن آن نیست. ما فخر داریم که نوسته به مشکلات زیاد اجرای نقشه بودجه 104% اجرا شد، ولی این در نوبت حال دستگیری زحمت شما و حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد، چون که نوبسته به بحران اقتصادی، با کسلی و دیگر سببا با دستور بواسطه شما ولایت پر رست و ویز خود را گرفت. مبلغ گذاری انشاءات و کارهای انوستیسیونی قطع نگردیدن که این به ما امکان داد که صاحب درآمد، صاحب جای کار شویم و نقشه اجرا را، نقشه بودجه را اجرا کنیم. اگر چنین دستگیری نمیشد ما هرگز به این کار به ما میسر نمیشد. خوشبخت از آن هستیم که در مدت 7 ماه در ولایت در تشکیلات بودجوی یگان قرض معاش، قرض نفقه، قرض کمک پولی نیست و این کمک به اندازه شما بخصوص در دوره کسلی برای مردم، برای خرید غذا و یک قسم داروری بود. تشکر زیاد برای چنین غمخواری در حق این مردم. گرچه انتقال مبلغ نسبت به سال پیش امروز 3 میلیون دلار در ولایت کم شده باشد، با دستور و دستگیری به واسطه شما ما کوشش کردیم که قسمت این مبلغ را در خود ولایت پیدا کنیم و این کمچینی را تا اندازه برطرف کنیم. قریب 100% کل برنامه دیرکسیون ساختمانی در ولایت نوبسته به آن که مؤسسه ها، اداره ساختمانی ولایت هنوز مشکلات زیاد دارند پر را عملی کرده شد. این امکان داد که هزاران نفر صاحب جای کار باشند و با دستور به واسطه شما دستگیری دیرکسیون ساختمانی و کمیته ساختمان در انشاءات دولتی از سنگ‌های محلی، از مسائل ساختمانی و دیگر اشیاء محلی استفاده شد که یک مبلغ زیاده از 1 میلیون سومانی برای مردم بود. افسوس ما با این کار آماده نبودیم، اگر نه دیرکسیون و دیگر تشکیلات آماده بود که باز زیادتر مواد را از تجهیزات و از خود کارخانه‌های محلی خرید کنند و مردم را با جای کار و درآمد تامین کنند و از همین لحاظ به شما تشکر صمیمی خود را بیان می‌نمایم. سلامت. برای اجرای سپارش شما درباره عاقلانه استفاده بردن هر پارچه زمین، پیشوای معظم ملت باید به شما اقرار شوم که سالهای پیش با سبب بهتر شدن زندگی و آمدن مبلغ ما قریب از کشاورزی رو گرداندیم. اساساً نشاندادهای ما در کاغذ بودن، ولی این سال با تاکید با مثالهای مشخص شما مردم بار دیگر رو به کشاورزی نهادند و کوشش کردیم که هر چی توانیم کش کنیم. ولایت مختار کوهستان بدخشان امکانیت پره خود را تامین نمودن از کارتوشکا، از میوه، از قسمت سبزیجات، از شیر، از گوشت دارد. غله را ما هیچ وقت تامین خود را کرده نمیتونیم. گوشت پرابلم نیست. اما جمهوری غله ما پرابلم داریم که قدر 60% زیادتر از خارج میاریم. ولایت گوشت پرابلم نداره. تو کارتوشکا نیست. صادرات کردن در کوز زیاد شد. ولی
من دیدم با همراه شما بودیم در وجه دیگر جا بهترین از لحاظ صفت محصولات است، از لحاظ اکولوژی تازه صادرات کنند تا همین کاری. من یک پیشنهاد داشتم رئیس، همین یک نزدیکی خطی من سپارش دادم صاحبکارای ولایت آمد، همین حوضی که میوه سبزوات است از این میبریم رئیس ولایت سود خطلانه سپارش مراتین صاحبکارا را جمع کردن بگذار بیاین گروه ها کرده از درواز قبول کنیتون نشان تین رئیس نشان تیتون محصولات ها همکاری ها چشمای همکاری ها محصولات ها ده اونا قطعی همکاری کنن مردم قطعی نویه قطعی ولایت قطعی شهرنامه ها بندن آینده ما ولایت ها باز سپارش میتین شای کارهای بسیار بایی هستن کارخانه را در اینجا کنن لیکن برای تجارت خرید زیادی محصولات مردم ها درآمد بگیره مردم وای کنن خب این بسیار مهم است ما سرمایه‌گذاری داخلی را وسیع وای کرده ما در سفربر کرد هستند صاحبکارا این کمک میشود کارخانه میکنند تجارت میکنند آمد رفت میشود چه خب پیشوای ملت فقط سال گذشته از یک نوع مرغوب زیاده از 1100 سر چوروای کلان شوخدار به شهر دوشنبه برای گوشت فروخته شد. امروز یکی از مشکلات که است این مسئله که این بسیار سپارش سر وقتی شماست که این محصولات در ولایت کارکرد شود یا اقلا پونکت های قبول آن تأسیس داده شوند چون که امکانات ها خیلی زیاد است. در ولایت امروز قریب 30 تا انبارخانه سردخانه ساخته شدند که اقتدار هر کدامش از 30 تا 40 تن است لیکن محصولات از این بیش است و ما از این سپارش شما خیلی شاده ممنون هستیم. ذخیره دولتی اگنتی نورآمد توش اینا اولی انبارو داری ماشینات از اون طرف محصولات خوراک میاره. من برای مردم ولایت بدخشان برای معلومات شما مخصوص ساختار تأسیس دادم و کارخانه کارکردی آر در حدودم باشد از بس که در مرکز نایه ما جا نیافتیم این نزدیک به شما در نایه شغلان بنیاد کردیم کارخانه آردبراری 30,000 تن ویش است با ذخیره نگهداری. بعد ما در نایه روشن بنیاد کردیم مرکزی لوجستیکی یکی انبارها ذخیره مواد غذایی آرد روغن شکر برنج سوزشواری چیزی که اولین درجه برای مردم در کار لازم است مبادا خدای نخواسته یگان حالت سردی صدمه را دیگر از اینجا مردم ما تامین میکنیم که سرسان سرگردان اذیت نکشند همین ساختار همین فونکسیونش همین است ماشینا آمدن شما آنچه بالا پیشنهادی وای است انبارات است کارتوش میتونی ذخیره کنی ماشین آورده بار خالی کرد از این جگه گرفته برد یا که گوشت میگه چند بار گفتم در نایه مرغاب مردم وقتی درآمد گرفت سرشمار هم زیاد میشه یا که کار کرده اینا گفته ایستادیم که کار کردی میوره 50 تن ولایت سو توتی خاک بردن اونا بتونن کار کرده کارکرد میکنن دو برابر درآمد زیاد بگیره خوب میشود که همین کارکرد این کارخانه رو در اینجا کنیم در نویا در تاسیسی هم جای کار اینجا میشود مایرش بستمان کنن دیگر کنن صادرات کنن دیگه سرچشمه درآمد بودجه شهر نویا میشود جای کار میشود مردم ده کار یاد میگیرن با خودشون آینده میکنن دستگیری کردن در کار بینیتون نویا رو اشغال من سپارش داده بودم که سایوری زاده کارخانه دوزندگی جناب عالی ساختمانش آماده است اکنون این کار ماست که 100 نفر دوزنده را یابیم آموزنه مستعد کنیم آماده کردن در کار بله ساختمان بنا به اتمام برسید اونا 100 نفر نه اون 100 تا جای 200 نفر چون که سوین خطی کار میکنن 200 نفر بانوار زنای خانشین دیگر رو جای کار میشون برای مردم وای کردن نویه روشخار رئیس شست ببینید تو مرکزی نویه در مکتب ها هست مکتب های وزیر اعظم مرکز نیست در نویه نیست گوندونن وزیر مارم شما در یک جایی ببینید جاش انتخاب کنین وایش مساحتی زمینی دیگرش میتونید چی است شما این سال تا سال نو لویا میکنید لویا ناز میکنید
میبینید و مرکزی نویاده چند دوای دیگر است وقتی مکتب هم باشد یک مکتبی آزیر زمان میکنیم مکتبای کونا را میتونه میگیرید بخش میکنید با یک انشاءاتی سایه مهاری میکنید هم برسه میکنید یکی حتما ما شما دا اشکاشیم دا وانج دا ما وای میکنیم برنامه میکنیم پرابلم ها رو وای میکنیم فهمو؟ پیشوای ملت ذخیره اساسی ولایت مختار کوهستان بدخشان این نیروی انسانی او است و حتی در دوره شوروی امکان 100% با جای کار تامین نمودن جوانان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان امکان نبود و امروز هم این خیلی دشوار است. امروز وزارت ها ما را دستگیری کرده هستند که بخصوص اون جوانان که صاحب معلومات عالی هستند بیرون از ولایت رفته زندگی و فعالیت کنند و التماس میکنیم که این تشبس اشاره من در نوع دنگره تولد شدم خیلی سال عمرم در همونجا رفت در ریکو پارتیا کار میکنم این سرکتری آده بودم کاتیبی سیم 12-14 سال قیمتگو 16 سنه بودن ولی هم در شهر دوشنبه هستم معلمم بعدا سردار شعبه کارگاه داخلی نیاز محمد و شاه محمد بودن شاه محمد بله قریب یک 15-16 سال خب سلامت شاه بودن به خصیصی نویه بودن بازار رو بودن از نویه اشتاده اشکاشیم اگلانی راست کار میکردن خیلی زیاد بودن در همون زمان مردم دوستشون میداشتن دوست بسیار عزت و احترامی بلندشان میکردن نمیپرسند که کی از کجا است این پیدا شد بین همون گروه های خودشان رو پاتریوت میگن جنایتکارا من برای چی میگم آمد رفته اجازت بدیم ولی من اینجا نگفتم شما در چی برآمد کردم میدونی 27,000 معیوب داریم 27,000 بیشتری فائزی بلندی معیوبا مادرزاد این خیشتباری است دوستان عزیز این پرابلم است ولی شما هم تعلیق مردم دا فهمونید مثلا شهر خاروخ شغلان روشخاله این عقوبت بعد چی می شود عقوبت به چی آورده می رسوند بعضا اویلای شهر خاروخ هست که در یک اویله 4 تا فرزند معیوب است مادرزاد 3 تا 2 تا الان نزدیک شدن خون است وقتی فرزندا رو نمیمونیم که با یک نوعی دیگر به شوهر برد یا که از اونجا بیاد وای کنن نمیمکن است هست این چیز این کار نکنیم چرا ما با دست خودمون اویله ها رو بدبخت میکنیم جوانا اصلا جوانا برای چی خیلی فکر کنیم ما انسان هستیم وقتی که میریم در خانه یک کودک که معیوب باشد چقدر اویله خوشبخت میشود چقدر نان میخوری چقدر از گلوت نان میرود وقتی در جاگاه یا که میبینی که فرزندت در حالتی وای است چقدر من رو میدونم اینه برای کار کنه نه علی جماعتچگی اینه خلیفه های محترم در اینجا این طبیبا در شهر خوجند بودم این یک قسمت داشتن تورها شکست ماهی قولبه ولی این خلیفه ها میدونن در اون مردم با هم دختری مولا را نگی کافر میشه دختری ایشان را نگی که او این ممکن است این دروغی محض است این چی بوده است یک طایفه مردم از دیگر همه بنده مومنی مسلمان است در قرآن نه نوشته است نه ملا نه سیدزاده نه ایشان نه دیگر این دروغ است در همینجا جدا کردن طایفه از دیگر بالام ایشان کی یعنی گویا اولادای حضرت محمد دیگر مردم چی حضرت محمد کی اومد در تاجیکستان و منطقه آسیا مرکزی خود به خود من خیلی ساختیم پرابلم ایجاد کردیم برای مردمی خدمتسری ملت و مردمی خدمات فهمومی رئیس معاونات دیگر طبیبان مردم برجور نیم ما فهموندن در کار که عقوبت چی میشه الان پیش از ازدواج کردن قانون قبول کردیم یا سال 2019 2051 نفر کسری برآمدن کسری های گنده ای که نامبر کردن من یک قسمش
اگر ازدواج میکردن چی میشد؟ من مراجعه بسیار میگیرم جناب یالی من چی گناه داشتم با فرزندم 18-19 سال دخترم تربیه کردم خاندار کردم این پیسر کساری ویش سپید مرا خیلی فرزند دیماره تمام از حیات و دیگر وای چی گویم اونا را این شخص اون موی شما فهمومه وقتی که در حالی میگه که به تاجیکستان همه را بس است فقط که معاش پستر است مردم میخواهد 3 درآمد بگیرد بعد میره مهاجرتی میره دیگر میگیم رئیس شهر نویا معاونای رئیس ولایت رئیس شهر نویا روبران ساختارهای قدرتی امنیتی حفظ حقوق ولایت ستاد کارش برایتان شو ترتیبات انتظام باید باشد در نقطه خصوص مخصوصا کار جانا کنه نسبتی قاچاق مواد مخدر و مردم از همون حالت نشمندی ها چی میگن هستن نفرایی که مردم زهرآلود میکنن که اینا رو پیش راشه گرفتن کاربری کنین با مردم باشین مردمی خوب است خودتان پاک وجدان باشین خودتان نمونه عبرت باشین همه چیز ده مردم گناه ندارن باز میگم منم که دوستان میدارم شما اگر صادقانه خدمت کنین پاک وجدانانه خدمت کنین خود روی کفی دست میگردونند ایره فرمان پرزیدنت قد داده نمیشه صادقانه خدمت کردید خدمت های شما را من قدر میکنم شنیدتان دیگر رئیس ولایت اهمیت در جمعآوری مجلس حکومت بدین مجلس ملی هم چیزا شما بیشتر معلومات و اخبارات سپارش را میدانید هدف و آنچه که دایر به تیاری زمستان وقت گذراندن در پیش اساس ذخیره کردن مواد غذایی هر یک عائله چیزی که از خودتان دارین پیش از همه کارتوشکا سبزی پیاز چیز بازارهای شهر نویا را پر کنید مردم گیرد اونی که ندارد گیرد در شهر نویا ذخیره کنند کنسرو میکنند مرینواد میکنند دیگر میکنند مربا میکنند و میکنند ذخیره کنند با میگم خدای نخواسته در یک روز سختی در کار میشه 100 روز در بار میگه روز در کار پدر ما کردن ما دیدیم دوستان عزیز با تمامی تحلیل ها با تحلیل های کارشناسان سطح بین المللی جهانی دنیا در زمانی شرایطی از لحاظ بحران شدید اقتصادی مالیوی بیکاری دیگر در سالهای جنگ دوم جهان قرار دارد انا برای چی من تاکید میکنم در بدر حولی را میروم مردم تاکید میکنم و میکنم میشود اونایی که زحمت کشیده ایستان شده ایستادن در بدخشان هم از آنجا ما نمیگیم نه که بعضا اویلهایی هست که حتی اونا رو چی میگن همین بعضا بزور و میکنه که حولی تا رو همین پاویل که 4 کیلو پیازه پامیدوره کارتوشکای میشه دیکاتا میاندازی یا روزی وزمینده برای فرزندان میشه اونا کی دارد انگیش مسائل اجتماعی رو کردن و دیگر از همه مهمش سرحد این جایی که منوع است دین من با روبری و دولتستان صحبت داشتم به نهایت گروه های شدید تروریستان و اکستریمیستان مقبل شدند در قسمت افغانستانی بدخشانی افغانستان سرحد با ما 4 کیلومتر 3 کیلومتر بعضا جاش پرچم شون ایستاده سرحد اونا قرار نمیستن اونا خواجه دارن خواجه با قشونهای سرحدی با ساختارهای نظامی و دیگر ساختار مقامات حفظی حقوق امنیتی کشور همکاری کنید همین بر یگان هدف دیگر نداریم ما یگان مقصد مرام تامین امنیتی شما است تامین امنیتی دولت است سرحدی دولتی است همکاری داشته باشید همون فرزندان ما شما در خدمت وطن مادر است فهمم کمبودی دیگه چیزی که من اشاره کردم کار کنید در یک جایی آهسته برطرف یگان چیزی دیگر مشکلی سخت نموده است کار کنید اما شرایط امکانات هست برطرف کنید اول تشکر به شما میگم برای دستگیری سر وقتی
در هنگام پیدا شدن این کسلی او 45 ماشین بارکشی که وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان گردیدند هم از نقطه نظر مادی و از نقطه نظر معنوی به مردم یک روبلندی خیلی بزرگ بخشیدند و این سیاست خیلی دوراندیشانه شما بود که توانستید چهل رفتار کردن کار کردن در همین شرایط و تجربه نشان داد که او پیشگویی شما نسبت به دیگر مملکت ها همسایه و مملکت های غرب درست برآمد. تشکر به شما که از نام کل طبیبان از نام کل مریضان و با افتخار میگم که یگان طبیب در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترک وظیفه نکرد و خوشبختانه یگان طبیبم نفهمید و با صحبت‌های تلفنی عروضه شما دستگیرهای شما ما توانستیم که این شدت را پس کنیم و حاضر با دستگیری بی‌غصه شما 1 میلیون سومانی جمع شده است و ما کوشش میکنیم بعض قسمت‌های این بیمارخانه را به ترتیب درآوریم. با دستور شما کسلخانه کسلای روی نوای روشخلا و تولدخانه ولایت بدن که از این میبرایم داشتگیریتون من روان میکنم آموخته میبرایم نوبت به نوبت نه یک بار کنه نمیشد یکی نوبت به نوبت دیدم میبرایم پرابلم نیست میکنیم. حاضر جناب عالی با دستگیری بی‌واسطه شما 85% قشلاق‌های ما از بنگاه‌های زمانوی با کل تجهیزات تامین هستند. 85% قشلاق‌های ما از آب نوشاکی تامین هستند. در ما آب نوشاکی پرابلم ما در خورو. من به شما تشکر میگم که 8 میلیون دلار مبلغ بانک تجدید به سرباری بودجه نگاه نکرده شما دستور دادید امضا کردید و امروز تجدید هم خطاب هم تشناب ادامه دارد. با سپارش شما به ما سپارش داد که مبلغات دیگر پیدا کردید و امروز به شما اثبات میدم که ساختمان 3 چای عمودی ادامه دارد. این ما میدانیم، این ما اسم میکنیم، این ما قدرگذاری و شکرگذاری میکنیم. من در چندین کنفرانس ها در چندین مجلس های سطح بین المللی شرکت ورزیدم و درباره دولتداری شما و کلید موفقیت شما در تاجیکستان حرف زدند و در قطار صدها دیگر جنفته شما کردید. مسئله رعایت پروری، مسئله غمخوری نمودن به هر یک شهروند به حیث پدر، این یکی از خصلت‌های نیک انسانی شما و کفیل صلح و ثبات تاجیکستان است. من شما را مطمئن میکنم که اون نفری که عقل و ذکاوت میداد این میفهمد. این به یگان لگنبرداری، به یگان تعریف، همین تحمل گرایی شما، همین صبر و طاقت شما نمیشد امروز این بدخشان کیهو سوخته از بین میرفت. بنابراین از نام کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان به شما پیشوای ملت برای تحکیم صلح و ثبات، برای چندین گذشته، برای چندین عفو منتداری صمیمی خویش را بیان میکنم. شما را مطمئن میسازم که مردم بدخشان سیاست شما را دستگیری میکنند. سلامت باشید. ساعت ها گپ زنیم کم میشد. یک جان تشکر به شما برای پیشوازگیری صمیمیتان با کلی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. من از روز 4 است سفر من ادامه دارد. هر یک قدمی که جایی که بود یا خواجگی یا حولی مردم یا یکی در کوچه یا یکی در شهر و در مؤسسات کارخانه ها من محبوبیت صمیمیت این غایبانه هم بها دادم. من دائما با ساختار با بعضا تحلیل ها از زمانی این قدر کاری چی اخبارات چی معلومات اگر همه اون را من همه اون معلومات را وای کردم یا اگر وای کردم حاضر نمیدونم که بدخشان تاجیکستان میسود از بین میرفت. وحدت همون روزی که این روزی که با ما شما رسیدیم این با دستگیری کلی مردم تاجیکستان از آن جمله مردم خود ولایت مختار کوهستان بدخشان با میگن کدام روزام اگر من آمدم در اینجا آمدم روزا و سالا یگان حاکمیت هم نبود نامش سلاح به دستای غیر قانونی و میگن دیگه من میگفتم که همه مردم ضد سیاست نیست سلاح هست حال ترس وای دارن. من نزد مردم اکثریت مردم از روز اول
من هیچ گفت فراموش نمیکنم سیاستی روابط دولت و حکومت دستگیری کردن و خدمتی قهرمانانه خلق تاجیک خرد و بزرگ خلق تاجیک از آن جمله مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه شوین بود که با امروز رسیدیم شوخ و ثبات کامل تینجی آرامی آزادی سرجامی ملت تاجیک در سر یک دسترخوان احسان به شما سلامت باشید موفقیت برای کار امروز پس از انجام سفر کاری در شهر ناحیه‌های ولایت مختار 22 август пас аз анҷоми сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри душанбе баргаштанд дар фарудгоҳи шаҳри хоруғ меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро роҳбарият ва фаъолони вилоят бо самимияти хоса гусел карданд. استقلال با یاران خوش است در حریمی صحبتی جانان خوش است شب استقلال با یاران خوش است در حریمی صحبتی جانان خوش است اختری وقت است ما را قربان در شبستان چون مهی بابا خوش است در شبستان چون مهی بابا خوش است این زمین ناب و خاکی زرنستان از نظرهای وطنداران خوش است شب استقلال با یاران خوش است در حریمی صحبتی جانان خوش است چیست که مرز شان و شان است وطن ایمان و امان ما در آن است وطن ایمان و امان ما در آن است وطن آن چیز که همه چیزی عالم آن چیز که به همه چیزی عالم به مسلم تراوت و روان است وطن به مسلم تراوت و روان است وطن تاجیکان راحت سفید راحت سفید آری ترینی آریا راحت سفید راحت سفید چشمان ما چاری رهد تا بازدید تا بازدید باز آمدن داریم امید راحت سفید راحت سفید راحت سفید جناب عالی
یادآور میشویم که با ضد کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت از 19 تا 22 آگوست ادامه یافت. این سفر نیز چون تشریف‌های قبلی رهبر دولت از این منطقه دوردستی مملکت با برار بود، زیرا در دوام 4 روز با اشتراک پیشوای ملت در ناحیه‌های درواز، ونج، روشان و شهر خاروق ده‌ها عدد انشاءات نو و معاصر مورد استفاده قرار گرفته، همچنین جهت بنیاد یک زمره انشاءات مهم دیگر سنگ اساس گذاشته شد. اکثر انشاءات نوی که ساختمانشان ضمن این سفر به نقشه گرفته شدند تا جشن فرخنده عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده میشوند. محض توجه زیاد و دستور هدایت‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان باعث گردیده است که نوابسته به دوری راه و اقلیم و ریلیف نامساعد همه شهر و ناحیه‌های این منطقه دوردست مملکت رشد و انکشاف یافته تدریجاً به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل می‌یابند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. برایتان بهترین خوشی زندگی رو تمنا داریم.